دستم را بسوزاندم. دستم را بسوزاندم و دستم را سوخته بگرفت و آه کشیدم و فریاد کردم و آچه جان گفتم. فکر کردم مادرم در نزدیکی است و فریاد کنان می آید بچه جانم به تو چی شد و برایم غمخوری میکند و دوای برای دستی سوختم میکند. اما یک نگریستم که دریغا اینجا خانه من نیست، اینجا خانه مادرم نیست، اینجا ملک غریبی است. و فریاد کردم از ته دل ولی بی صدا. آه گفتم کجا بودی مادرم که احوال بچه‌ات را می دیدی و غمخواری و یا دوایی می کردی که این دست سوختم زود خوب می شد. بیهوده نگفتند بیگانه غریب و ملکی بیگانه غریب. بیمارم و بیکسم، نه درمان نه طبیب. کو مادر و خواهر که دوای سازد، بیگانه چی داند که چی شد مردی غریب. این رنج های دوری از خانه و از اهل بیت یک طرف، باز غرور و غربت و مشکلات راه غریبی دلم را پاره می سازد. یا شاید من از حد زیاد حساس هستم و غم ها و مشکلات های غریبی را به دل می گیرم، یا از حد زیادی بد دوست می دارم وطن و مادر و اهل و بیت و یار و دوستان خود را. نمیدانم چرا خود به خود سوال می دهم که تقدیر من مرا به غریبی آورد و امثال من هزارها میلیون ها هموطنانی عزیز مرا. بادی تیر ماهی می وزد و سردی را به چهره هم می پاشد و این سردی به نفسم یک جا شده به قلبم می رود. قلبم چنان سرد می شود که تمام گرمی های درونم از درونم بیرون می رود و درونم را سردی فرا می گیرد و من می فهمم که این سردی اصلا باد و هوا نه، بلکه سردی هوای بیگانه ملک غریبی است. آه غریبی، شمالک می وزد با برگ گندم. مسافر مانده ام در ملک مردم. مسافری مرا دلگیر کرده است، فلک در گردنم زنجیر کرده است.